ای رفتم من یک کوچه برآمدم با کوچه های پیشمی برام منم رپ با طور زمانوی خوزی برآمد نه که اگر تاریخی می فرهنگ تاجیکی بینیم نمونه هاش هست مرغا کی پوپی داری چوچی داری خال داری باله مرغا باله بچور مرغا رنگ همون رپ لپر خلقی ها زمه گره لیکن لپر این معنای اون داره که با رقص اجرا میشه با حرکت اجرا میشه من موسیقی خارجی گوش میکنم من حاضر همه رپ خانه‌های خودمون یک همین اکنون گزارش از رپ که در دیگه جا ترقی کرد حتما ما داماد گرفتن با چند نفر دیگه رپی تاجیکی گفته پا آوردن زلفکان عنبرینش گفته آخه مرد خواند برای زن و زن زلفکان عنبرینت گفته یا اینکه با مرد گفتن بسیار هنرمندان موسیقی به اعتبار میتین موسیقی در اعتبار میتین و متن چی خیلی که رفت برای وی فرق نداره که استادانی پیش گفتن که ستاره ها یا میبرند و باز خاموش میشوند در مسئله رپ سوال کردنی هستم مثلا نوزی همین صنعت رپ این صنعتی بیگانه است برای ما همین وارد شده است در تاجیکستان در تمام دنیا مثلا دیگر مثلا ایرانی ها یا که مثلا افغان ها از همین رپ در بین سروده هایشون وارد میکنن مثلا یگون رپ سرا یا که بعضا خودشون هم میخونن شما عزم نکردید یگون تصمیم ندارید که مثلا رپ سروید یا اینکه در سروده هایتون بینش یگون پارچه از رپ من این کارو نکردم نه که منم همچون شما گفتید که با تاریخ شناسی مشغول هستید من از دورای کودکی از صنف هشتمی تا دهمی در کلوب تاریخی کشورشناسی خب مکتبی 52 شهریسو اعضا بودم استاد امام مولایف بودم لیکن من به شما یک و شده میتیم منم رپ با طور زمانوی خوزی برآمد نه که اگر تاریخی می فرهنگ تاجیکی بینیم نمونه هاش هست انا برای چی بیم بیشتر در چی است در لپرها در لپرهای خلقی در کدام لپر من لپر اشتر بچه من ای خورکندی باورکندی نیزه بندی فیفیشندی تاول جنگی الان میخواد یک تزه میگه اما مرغا کی پوپی داری چوچی داری خال داری خورناتون من خیلی ای باله مرغا باله بچور مرغا رنگ همون رپ است یا که انا پشتکی در تک در وازش پشتکی در اینو دور قدیم بودن پس چرا همین حال تو حال مثلا همین آموخته نشده است یا اینکه با وی زمانوی مطابق کرده نشده است همین رپی که خیلی که شما میگه توجیکی قدیم نه این اکو اینا لپر بود لپرهای خلقی لیکن کم کم همین بر رپای حاضره گویم ویش مانند است تز اجراییشش ای رفتم من یک کوچه برآمدم با کوچه های پیشمی برآمد فلان اوی دیگر چی است لیکن اینجا همون تصویر میکنه همون مرغا که این لپر خلق ابین خلق برآمده این کن دارد که همین را مثلا بر رپی جهانی مطابق کرد اکنون من بر این کار دست نزدم لیکن همون من وقتی که در کویت بودم همراه استاد سید قل بلالوف همراه دلنازه کریموه در همونجا همین لپر اشتر بچه من خودم اجرا کردم با طور زنده رپ تاجیکی همون دایره نواختن اشتر برآوردیم بازی کردیم با همون لپر با رقصاش اجرا کردیم باور کنید همین پگاهش در تمام رسانه ها علاقه رسمی من اشتر قطیب بود برای که عربا اشتر نغز میبینن همین گذشت خیلی همون لپر من اجرا کردم همون لپر ملی که همون اجرا کردم خیلی نغز گذشت الان یکی لپر بله مرغک بله پیش لپر خلقی ها زمه گره لیکن لپر این معنای اون داره که با رقص اجرا میشه با حرکت اجرا میشه در انسامبل گنجینه من همین لپر چند لپر ما فیلم کردیم در تلویزیون سفینه در شبکه اول
3 فیلم سرودهای خلقی کردیم در همانجا هست. انا که شما با یک چی گویم مقصود شد بحر طویل گیریم، بحر طویل من مثال گیریم با یک نفس اجرا میشه. دوش سرمست به گلگاه سرگه شده بودم که یک سر و قد لاله رو خیهور و پری لب شکر سیم برای طرفنگاره که خیرامیدن و رفتار شکر خنده و گفتار دو چشمش بفتون هر یک از اینها به جدایی بیره باید زیا شیق دل و جان را. این بحر طویل همین سرودی ماست آخه. اولین بار من در دیگه جو گوش نکردم. این من از هنرمندای منم قدیم منم میگه که مولا جلال میخوانده است، هنرمندای قدیم. خب استاد محمد سعید احمدов خواندم و گفتم ای جانی جهان نور میان پیست دهان ابرو کمان سر به قدم های تو سازم مگز از راهی یقین بنده نوازی بکنی بر سر و چشمم قدم رنج نمایی کی بود بایسی فرخوندگی مخلصی دیرین شما را. همین هم گویم من یک خیلی ریپای هست که به نفس میرن که ما نمیخونم اینا و خارجی های من موسیقی های خارجی گوش میکنم. من بسیار موسیقی های اسپانی، موسیقی های خب اسپانی، مالدوانی، خب هندی، خب آلمانی یعنی نمیسی بسیار انسامبل هایی هستن که با مثل سپیس از فرانسه، بیتلز، همین اثرهای ویا گوش میکنم. یعنی که لیکن من با معنی که شما درباره ریپ گوید من براستی گپ من حاضر همه ریپ خانه‌های خودمون یگانش پورا گوش کردگم نیستم. چی توصیه دارید همچون نماینده صنعتی ملی توجیک با ریپ سرایی امروز؟ اکنون مقصود چرا یک گپ گویم، یک فیلسوف بزرگ روی دنیا ویلیام کرون و گفته است یک ژانری که در یک دولت ترقی کرد، یک نویگری ترقیات حتما به دولت همسایه‌اش میگذاره. همین چی از دیگر موده گذشت و تکنو دیسکو دیگه همش گذشت اومد. تو بین رقصای خارجی هم اومده رسید موده. همین اکنون این گزارش از ریپ که در دیگه جا ترقی کرد حتما موده اومده گرفتن با چند نفر دیگر ریپی تاجیکی گفته برو آوردن. چی پیشنهاد دارید همون دا؟ هیچی گفتن نمیتونم. تنقید کردنی هم نیستم. نه همچون توصیه چیکار باید کنم؟ لیکن همین چیز به ذوق من نیست. به ذوق من نیست. مسئله دیگر اگر وادلو مسئله هست که همین سرایندگان صنعتکاران ما همین وقت‌های اخیر سرودهای میخوانند که مثلا سراینده مرد است، مخاطبی که اون وصف میکند مرد است. شما منظوری من رو فهمیدید؟ یا اینکه زن است، مخاطبش زن است. من اگر نمیگویم کدام سراینده ها هست، من دلیل بسیار پیدا کردم هست حتی که مثلا زبان نمیگردد. همین در این باره چی گفتنی هستی شما؟ اکنون باید سرود آواز مردانه رو از سرود آواز زنانه باید فرق کرد. یعنی با چی؟ با مضمون شعر. مثال وقتی که مرد محبوبه هم میگه، زن محبوبه هم میگه. من هیچ وقت زلفکانی عنبرینش گفته آخه مرد خواند برای زن و زن زلفکانی عنبرینت گفته یا اینکه مرد گفته نمیتونه، یا اینکه رخساری سرخ رد، یا اینکه مثلا کرته سرخ با برداری، یا که پیش من رقص دوری، یا که من نمیدونم دیگر متنوعی که حتی زبان نمیگردن. اینا راستی گپ این از چی میگن، از جابجاگذاری متن باید همین هنرمندان با شاعران همکاری کنن، با اهل قلم، نه تنها شاعران، با استادان، معلم های ادبیات، فیلولوگ ها،
از پیش نظر همونها گذرانم که همین متن موافق است یا من خوانم. بعضی وقت می شود که بسیار هنرمندان موسیقی به اعتبار میتن و متن چی خیلی که رفت برای وی فرق ندارد همین موسیقی. لیکن البته وقتی که موسیقی در اعتبار دادن باید متن به اعتبار تیم. اکن در بدیه ها نیست خیلی اکن بدیه ها نیست. مثال بینید که زن دیگه مصر باید خواند، مرد باید دیگه مصر خواند، لیکن ما همین یک جایی کرده میریم. همین های اصلاح کردن در کار، این جای عیبش نیست. باید جامعه پیش رود. در ما آموزشگاه های موسیقی بسیار هست، استادانی بزرگ، خب کنسرواتوریا موجود است، دانشگاه های عالی هست، مکتب های موسیقی در ناحیه ها هست. همه اینها باید ما وقتی که از همون سین خوردی، اگر وقتی که ما یعنی آموزاندیم همونها رو، بعد بلند رفتن میگیرد. بعد بسیار هنرمندان ما خیال میکنن که یک شهرت یافتند و چیزی که ویا خوانند برای اهل چی؟ یعنی اهل سامعه میگن، چی میگن؟ اهل شنونده ها مثال قبول است. لیکن بعضی وقت خطا میکنن که یک سرودی خطا، یک وی خطا باعثی مثال وی قرار میگیرد. ده ناریزایی چند کس میگن که ما وی شاعر دیگر. بعدم مسئله دیگری که به همین سوالی من به شما دادم ربط دارد. چند روز میشود همین روزهای اخیر در شبکه‌های تلویزیونی یا در خود اینترنت هوسکاران، نفرانی که خودشون رو هوسکار یا اینکه صنعتکار معرفی میکنن در اینترنت یا اینکه بیشتر در اینترنت، همون رو تنقید کرده ایستادن. مثلا تنقید چیست؟ مثلا میگویند که همین هوسکاران سرودهای فحش، بی‌مضمون، بی‌معنی میسرویند و تعدادشون هم خیلی زیاد شده ایستاده است. چی باید کرد؟ اکنون باز گفتم که باز این دانش، ما باید همین دانش خود رو کسی که سند به من مصلحت میتیم که پای میگذارد، اگر کار نکند اما سند ده او چکلی که استادانی پیش گفتن که ستاره ها یا میبرند و باز خاموش میشوند. باید دانش مکمل کردن میتور، هم از جهت عرفانی هم از جهت موسیقی. بعد از این همین وای پیدا شدگی نامش چی؟ اینترنت ها با بسیار رکلام میکنن، بسیار هر وای استفاده میبرن. من کوشش میکنم که اگر حقوق مؤلفی چیزی که در دولت های خارجه هست، در خارج هست، اگر در ما اگر رعایت شود، همین چیزا البته بین میرد به کسی که سست میخواند، کسی که همین سرودهای دیگه کسی گرفته با دو روبایی دیگه قطیکه خواندن میگیره، دیگه وای میکنه، اما آهنگای دیگه میکنه، همینا از بین میرد. نه که آهنگای خلقی به فکرم که خیلی از اون خلق است و فولکلور، دانشی مردم ماهیت چه گم نمیکنه. لیکن شاعرم وقتی که شعرم می نویسد میگه زین کوچه ها گذشت زمان جوانی هم. آخه معنیش یک فکر کنید که یا که یک مصره همین قطعی علاکه هم ده خاطر آدم میبیاد. وقتی که در یک جا گوش کردی همون حال کوچه دا میغلطید با آنده کوچه تنگی میکرد یا که کلام میشی وای میشی چی فکرهایی که در اون کوچه نمیگذارد تا 18 سالگی بود، تا 20 سالگی، تا 40 سالگی. یا که ده من یک پاره خاکی وطن، ده من زیبا عروسی این چمن، ده من یک گوشه روی جهان، ده من فرزند مادر تاجیکستان. ما که در ده کلان شدیم
البته این آبادانی پیشروی همه این آخه همون ده خیلی که او شاعرای بزرگ تصویر میکردن که با 4 مصرع گویا که یک کتاب رو جا میکنن. شما هم 4 تاش گوش میکنید همه کودکی تا کلانی در کدام مکتب خوندید، کجا رفته، که قطعی نوروز جشن میگیرید، کدام میدان در فوتبال بازی میکردید، کجا کدام باخا، همین خیلی وای هست. که اوبدلو پیش از اونی که یک سوالوی دیگر رو ما با شما تیم، شما چطوری پیشتر رفتید با قصه خونی مشغول بودید زمانی؟ میخوام اگر امکانش باشد قصه بلبل رو با ما میکردید. کدام بلبل؟ بلبلی که در باره وطن. ها قصه بلبل. من غیبانه قصه رو با من گفتم که بسیار قصه زیباست. از زبان اوبیدلو کرامت باز زیباتر میبره گفتم با من خود گفتم. قصه بلبل یک قصه است که وقتی که شخص به اختیار به سفرهای خارج بیرون از وطن میبراید، به قدری هر یک خار و خسی همین دیار رسیدن در کار. یک بزرگان یعنی سوداگر بزرگان بلبل رو قفسی میکند. من که اکتور هستم کم با یک مهارتش گپ میزنم کم، اگر خطا باشد نکی بخشش میپرسم. بزرگان بلبل رو قفسی میکند و به پیشش چند دانه گندم رو میپرتد. ای بلبل با آواز شیرین سر ما راحت کنید میگه. بلبل به طرفی بزرگان مینگرد با آوازی درشت میخواند. ای خانه شما بزیب، خانه خودم خوشرو بود، خانه شما بزیب، خانه خودم خوشرو بود. بزرگان به ندیمانش میگوید قفسش را از نقره سازید. قفسی بلبل را از نقره میسازند، به پیش شیرینی میگذارند. اوی بلبل میگوید بزرگان، انا قفست از نقره، انا در پیشت شیرینی، از شیرینی بیچش و برای ما شیرین سر و تا آواز چنین شود. بلبل به همون قفس نقرگین یک نظر میکند و باز با آوازی درشت میسراید. خانه شما بزیب، خانه خودم خوشروی بود، خانه شما بزیب، خانه خودم خوشرو بود. بزرگوار حیران میشود. خانه چی خیلی بود است که همه خانه نقرگین ما این خوشرو بود است. بندیمانش میگه و قفسش رو از طلا کنید. قفس بلبل رو از طلا میکنن، میگه به پیشش عسل گذارید. عسل گذارید میگه. عسل میگذارن، میگه اوی بلبل من خواند از طلا، من در پیشت عسل، من عسل چشم در خانه طلاگی راحت کن، برای ما خوش بی سراکی ما راحت کنیم. بلبل باز به قفس می نگرد، به عسل می نگرد، با پایش خرمچه عسل رو تیله میکند. میگه که خانه شما بزیب، خانه خودم خوش رو بود، خانه شما بزیب، خانه خودم خوش رو بود. بزرگان در خشم میشود، میگه قفسش رو از بلور کنید، یعنی از بریلیانت، از بلور کنید، و پیشش گلاب گذارید. تمام شیره های گل را، و برای بلبل گل را دوست می دارد. شیره گل را می بیارند، گلاب را می گذارند. بزرگان به بلبل می گوید اوی بلبل، من قفست از بلور، قیمتترین چیز بلور یعنی بریلیانت است، من در پیشت گلاب، آن چیزی که تو در عشق همون هستی، عشق گل هستی، من گلاب، بیچش از گلاب در قفس بلورین راحت کن، برای ما خوش بی سرا، شیرین بی سرا. که بلبل یک نگاه میکند به شیره گل، به گلاب، یک آه میکشد و باه میخواند ای خانه شما بزیب، خانه خودم خوش رو بود، خانه شما بزیب، خانه خودم خوش رو بود، خوش رو بود. میگد که بزرگان در خشم میشد. میگد بندیمانش
کنی بلبل رو سر دهد میگد. از قفایش میریم کنی این محمدانو رو بینیم خانه چخیل است. نخواد از قفس بلوری که از این چیزی قیمت نیست خانه این زیبا باشد. بلبل را سر میدن کنی بلبل را خانه رو نشان ده میگن. از قفاش میرن. بلبل درونی دره با هراس پرواز کنون همین قناتک زنان میرود در یک درونی دره، در یک لبی جر، در یک جایی که تارتنک ها تار تنیدگی بودند، یک سوراخی رو به همونجا می ایستد و یک نگاه میکند و سرسان به همون سوراخی می دراید، همون پرهای تارتنک رو کنده می دراید، کمی می ایستد و بیرون می براید، یک نفس کشیده وای میکند که چنگ آسمان ده میخیزد که بازرگان با ندیمانش میخندن. ای بلبل نادان میگه این چنگ بین، این افلاسیه بین، تو نخواه از قفس بلورین میگه قهر کرده، میگه همین خانه بی، همین یک سوراخی پر از چنگ و پارو رو برای خود خانه کنیم. که بلبل به اختیار به بازرگان نگاه میکند، با یک آوازی دل خراش میخواند و میگوید که ویران و خراب است، ویران و خراب است، ولیکن وطن اینجاست. ای بلبلی آواره دنیا چمن اینجاست. آی وطن اینجاست، آی وطن اینجاست، وطن اینجاست. همین مصرع های میخواند که بازرگان دیگر از همین تاثیر سخنهای بلبل دیگر در سکوت میرد و به ندیمانش میگه برگشتیم به خانه های خود میگه و بر میگردن. خیلی میگن که خاری وطن از لاله و ریحان خوشتر. همین قصه بلبل بود. اکنون من در مثنوی و معنوی بعضی قصه های هست که همین دل آدم ریشش میکنن. من قصه توتی و بقال و دیگر قصه ها دیگر بسیار، قصه کنیزک، قصه مطربی چنگی. همین مکتبی عبیدالله کراما مکتب است یا شما از مکتب یگان بزرگان صنعت تاجیک پیروی میکنید؟ من چی گویم؟ من راستیگه اون مکتبی که بزرگانی ما همان راه را طی کردن، من به همان راه رفته ایستادم و همچنین که وقتی که در دانشگاه تحصیل کردم همان استادانم چی رویه که به من پیشنهاد کردن، یعنی که با همان رفته ایستادم. یعنی که صورت‌های خلقی، به سرادن صورت‌های خلقی نیز مهر دارم، به صورت‌های وطن پروری، یعنی که صورت‌ها به چند قسم تقسیم می‌شود: صورت‌های زمانوی، صورت‌های مهنتی، صورت‌های خب که پرمضمون تربیوی میگن. خب سرودهای خلقی بیم در جشن و مراسم ها اجرا میشه. سرودهای مهنتی ها از سالهای پیش میدا، در وقت انداوه، در وقت یگان کار، من چوپانی میگویم، چوپانا میسراید، این سرودهای مهنتی به داخل میشه. خب گندم درال، سرودهای زمانوی یعنی که سرودهای که حاضر زمانه، سرودهای لیریکی عشقی با دیگر مضمون خودش داره در باره عشق و سرودهای تربیوی. البته من از سیدا، رودکی، بدیل، خب از اینا من بسیار شاعرای معاصری ما این سرودهای تربیوی دارم. یک سرودهای وطن پروری یعنی درباره وطن عزیز،
همون با همه راه رفتن. نمیدونم مکتبی من یگان مکتب است، مکتب استادان. من از خوردی مخلصی استاد ظفر نازیمов، توجدین محیدینов و حسین نصرالدینов بودم. بعد با شاعران گفتید باید سربندگان همکاری کنند. شما با کدام شاعران همکاری دارید؟ من راستیگه با بسیار شاعران همکاری دارم. با استاد نظام قاسم، با استاد کمال نصرالله، با استاد میرزا فیضعلی شادروان بسیار دوستی نزد دارم. با استاد هدایت الله رحمانی، خب با استاد واریس، خب با استاد عبدالله رهنما، با استاد عبدالله قادر، با استادای بزرگ از که اشعار آنها هم نیز می‌سرایم. از استاد میرزا ترسونزاده، شاعره ها از حدیث قربان و از شهریه، از مغفرت یوسفی. من با همه اینا همکاری میکنم. بعد درباره شاگردانتون میگفتید، شاگردایی که شما مثلا مکتب شما رو گذاشتن، شاگردانی که مکتبی مرا گذاشتن با من همکاری دارن. البته من وقتی که در گنجینه کار کردم به بسیاری ها سبق آموختم. یعنی کار معروف ترینشون کیو هستن؟ معروف ترینشون حاضر اگر امکان باشد. من درس گفتم، یعنی کار کردم با خب به مظفر شراف، با ارکین آدینایف، خب من بسیار هستن که نمیدونم، بختیار عاقلوف، خب اکبری دولت، خب بسیار بسیار دیگر ها هستن. سمندر کنجایف، با امید قدردین، از ناحیه شهرینه سینا عظیموف، از ناحیه شهرینه و مظفر شراف. دیگر شاعران خیلی همکاری داریم با بسیارش. البته امی شنوندگان خود رو شما چه خیلی افتید؟ مثلا در سالهای 80 سال اخیرش 10 ساله اول استقلالیت، بعد 10 ساله استقلالیت، یعنی بعد 2000 تا اینجوری. راست دیگه همین گاه فکر میکنم سین سالم نیز خیلی علاقه با 59 قدم علاقه رسیدیم. شکر از آرام بار شکر میکنم. انا بعضی وقت در کوچه ها میگذارم، او یک سردمون هست در آینه نیلگون، لیکن باز همون کودک ها بعضی میبینن انا باباش میگن و همون یک لپرهایی که خونده و باباش یلری نوروز ده خونده بودیم. لیکن جوانان از بعضی سردایی که میخونیم منم کتیرینه و دیگه چی وقت که در وای میبینم میشه میگه که من همین نوخه هست کن نوارا کل شنونده های بسیار هستند که صورت های معنی دار رو نظم میبینن. صورت های یعنی که حیاتی بچگی هم که با شعر لایق است، صورت های مادر، صورت زندگی، باز صورت های عشقی میسرایدیم، صورت های خلقی. حالا که بسیاری ها خیلی میشناسن، لیکن همچون شنونده من حاضر وقتی که در شهر بخارا رفتیم و خیلی سال ها شد اون طرف ها نرفته بودیم، خیلی سال ها شد. من نمیدونم وقتی که رفتم به اونجا بسیار ها علاقه میشناسن به واسطه اینترنت، به واسطه صورت ها علاقه میگن یا که کسیت ها رفتگی یا که همین خیلی بسیار خوش قبول کردم. مثلا وقتی که به یک معرکه رفتیم از اونجا با دیگر آمده اجازه گرفته که 20 دقیقه در معرکه ما هم یک 4-5 معرکه گیر گشتیم، یک نوبتی خوندیم. یعنی که سرودی مادر مخصوصا همون آهنگم حولی پدر بوی مادر میکند در اونجا بسیار خوش قبول شد.
حولی پدر بوی مادر میکند، یاد خواهر هم برادر میکند. بسیار خوش آمد. هم ممکن وقتا خیر یا کم برآمد میکنیم. من به صورتهای بسیار آوازه حاضر رو آورده همراه شاگردان، صورتهای بسیار آوازه سرایده ایستاده. خیر